من ساکن شهر نارک زبیر به شمسیه دختری شهر نارک. من همچون مادر از نام همه مادرانی شهر و ناحیه تاجیکستان، همه مادرانی شهر دولت قرقیزستان خواهش میکنم که ما هر روز دیده ایستادیم که در ناحیه واروخ جنگ رفته ایستاده است. از همه خواهش میکنیم که همین جنگ با راه آسودگی خاموش گردد. ما نمیخواهیم که فرزندان ما خون ناحق ریزند، فرزندان تاجیک، فرزندان قرقیز. از کارمندان حکومت تاجیکستان و کارمندان حکومت قرقیزستان التماس میکنیم، همه مادران التماس میکنیم که همین جنگ خانمانسوز را با یک راه دیپلماتی حل کنند.